سلام دوستان عزیز، به آموزش های فتوشاپ خوش آمدین. من شمشاد نوری هستم. بعد این آموزش میرم سراغ از که برم متن را که ایجاد کردم رنگ کنم. روش های مختلف رنگ کردن متن بر شما در اینجا درس بر شما خواهد گفتم که یکی از روش های رنگ کردن متن این است که شما اول متن را که نوشته میکنین در اون قسمت خود رنگ انتخاب کنین، رنگش انتخاب کنین و برش رنگ بدین، یا ای که وقتی ای را به صورت عکس در آوردین و رسترایز کردین چطوری میتونیم این کار انجام بدیم. یکی از روش هایش است که بین در قسمت لایرز و در قسمت مربع شکل لایتان در اینجا تایپوگرافی که در اینجا هست کنترل بگیرین و رویش یک دفعه کلیک کنین. وقتی کنترل بگیرین و در این قسمت مربع شکل یک دفعه کلیک کنین تمام قسمت های متنتان در حالت انتخاب در میاد و شما میتونین که در اینجا کنترل داشته باشین. کار بعدی که میکنین این است که برین رنگ مورد نظرتان انتخاب کنین و او را رنگ کنین. خب من میرم از قسمت از اینجا چون رنگ را که در اینجا هست از یک رنگ نمونه برداری میکنم توسط ابزار آیدراپر. حالا میایم در این قسمت و این را چیکار میکنم، چه رقم رنگ کنم. یه استک شارت کدش بر شما میگم که آلت و دیلیت وقتی بزنین ببینین بر شما این قسمت و رنگ را که انتخاب کرده بودین همون رنگ بر شما انتخاب میکنه و رنگ میکنه. اگر رنگتون خوشتون اومد دوباره میتونین رنگتون تغییر بدین. مثلا من میخوایم که یکم تندتر باشه، دوباره آلت و دیلیت که بزنم دوباره همون رنگ میاد و در خودش میگیره. این دفعه میگم که رنگم درست است و رنگ نسبتا خوب تری است. خب یکی از روش‌هاش بود که شما میتونستین توسط آلت و دیلیت بتونین این کار انجام بدین. یکی از روش‌های دیگه هست که دوباره ما ایرا میایم کنترل زد میکنم. خب کنترل زد کردم. یکی از روش‌های دیگه هست که دوباره بیاین و کنترل بگیرین و برین در قسمت مربع شکل لایتان کلیک کنین که در حالت انتخاب در به. این دفعه ما میخوایم از طریق برش مثلا این کار انجام بدیم. برش انتخاب میکنم، یک برش مثلا از اینجا میگیرم و رنگ مورد نظر ما که انتخاب کردم میایم در قسمت متنم و قسمت هایی که انتخاب شده رنگ میکنم. یک از روش های دیگهش بود. دوباره یک کنترل زد میکنم. یک از روش های دیگهش هم یه است که شما بیاین با پینت باکت مثلا بیاین این قسمت رنگ کنین. مثلا این سطل رنگی که هست در اینجا رو انتخاب کنین و در قسمت هایی که انتخاب شده یک بار کلیک کنین که این قسمت های انتخاب شده بر شما رنگ شه و به این صورت مثلا ما تمام نقاط جاهایی که هست یک دفعه کلیک میکنم که بر من رنگ شه. خب ببینید این هم یک از روش های دیگهش بود. یا سه روش رنگ کردن بود که شما چطوری رنگ کنین. ببینید من خیلی ساده تونستم که از این سه روش استفاده کنم و اینا رنگ کنم. هر کدامش که بر شما نسبتا خوبتر بود، راحت تر بود، شما میتونید از اونا استفاده کنید. خب من دوباره یک مرور دیگه هم میکنم. یکیش مرحله اولشی بود که یکی از کارهایی که من در اول انجام دادم این بود که یه را در حالت انتخاب در بیم رنگ من انتخاب کنم و آلت و دیلیت بزنم که برای من رنگ شه. حالت بعدیشی بود که برای برش فعال کنم توسط برش رنگ کنم و حالت بعدیش هم توسط سطل رنگی که ما داریم توسط زو ما بتونم که را رنگ کنم. خب این سه روشه من بر شما گفتم. امیدوارم که درس های بعدی ما را هم تعقیب کنین که چطوری درس بعدی مربوط است که چطوری اینا رو سایه بزنیم و امیدوارم که این درس برای شما مفید تمام شده باشه و وقتان بخیر. خدا نگهدار.